و من الاحزاب بعضی از گروه ها من کسی است که انکار میکنه بعضه از بعضی کتابی که نازل کرده شده. چرا؟ به خاطری که مخالف مرا میشان است. قرآن گروه بازی را رد میکنه و میگه که نه، وقتی قرآن گروه بازی را رد میکنه این تفاوت طبقاتی یا تفاوت زبان و تفاوت منطقه و قومی گپا باید باشه. چرا؟ و اهداف خود دینمی گپا میبینه. اهداف خود امروز همی کاندیدای ما اهداف خود در کجا میبینه؟ در مسئله قوم، در مسئله تنظیم خود میبینه. از او خاطر هر سخن که مخالف تنظیم باشه او را بگوی نمیپذیره. قل بگوی پیامبر علیه السلام از امی اهل کتاب یا امی مشرکین اگر این کار میکنه نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ به خاطر از اینکه در اصول با هم متفق نیستیم، رای ما جدا جداست، یعنی که در اصول متفق هستیم. پس در اصول خود مکمل متفق هستیم. چرا؟ توحید، نبوت، چیسته دیگه، میعاد. این موضوعاتی است که از آدم علیه السلام تا محمد رسول الله را یک موضوع است. هیچ فرقه نگفته نمیتونه که موضوع مشترک نیست. اما اختلاف در فروعات این سبب انکار نیست که آدم انکار کنه. چرا؟ اختلاف فروعات بنا بر مصالح است. در زمان موسی علیه السلام یک قسم حالت بود و یک قسم تطبیق احکام الله میشد، به خاطر که وقت و زمانش امور رقم تقاضا میکرد. اما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بگوید تطبیق احکام الله شیوه دیگه یا چیسته صورت دیگه داره. چرا؟ امو وقت رقم تقاضا میکنه. پس اینی اختلاف در مسائل احکام این سبب انکار نیست. بگوید اختلاف دارم، نه، این اختلافات موجب انکار نیست. پس کدام را اختلاف باقی ماند؟ امروزم با می کل فرقه ها، با می کل مردم بگو ما و شما چی داریم؟ آن چیزی که سبب اختلاف ماست برای من نشان بده. سبب اختلاف چیست؟ که تو میگی توحید، من میگم توحید. تو میگی رسالت، من میگم رسالت. تو میگی میعاد، من میگم میعاد. خیر اختلاف از کجا شد؟ اصول خود اینجا مشترک شد. بله فروعات است. فروعات ده چیسته؟ آمین بجر بگویم یا نه؟ رفع الیدین بکنم یا نه؟ دیگه دستار در سینه بسته کنم یا در زیر ناف؟ این خود موجب انکار نیست. آسان گپر تو از مرا متحمل شما از تو ده. بله این طورم نمی کنیم که فقط ما کم میگیریم، بازم مطالعه میکنیم. من در مسئله خود مطالعه میکنم، تو در مسئله خود مطالعه بکن. شده میتونه یک موضوع بسیار حق باشه، بپذیرم. اینطور نمیگم که نه، ما فهمیدم درک کردم موضوع خود که بسیار ضعیف است. بسیار دست در زیر ناف گرفتن مطالعه کردم کلی حدیثا را. فریق مخالف و موافق میگه که حدیثا از این کلش ضعیف است. دیگه چطور علی ما امور ما کم کنم در حالی که پس اینجا حدیث قوی را در مورد بسته کردن دست در سر سینه پیدا کنم؟ حالی کدام را مانع است که من از دست در سینه بسته کنم مرا مانع میشه؟ کدام راست؟ از تو سوال دارم. خلاص تحقیق شد، بررسی کردی خودت مکمل، حتی عالم خودت امی گپا برات نوشته کرده، کدام چیز مانع توسته؟ حالی تابعداری رسول الله را میکنی یا تابعداری یک نظر یک امامه؟ برالاگه پس خط معلوم است. یا تابعداری پیغمبر میکنی یا تابع هر کدامش. اگر تابعداری پیغمبر نکردی، تابعداری از او را کردی، معلوم شد که چیست درجه از او را و اهمیت از او را و اطاعت از او را از اطاعت پیغمبر چی کردی؟ با قدم بالاتر دانستی. تو یک دفعه سوچ بکن، اصلا یک جای اختلاف وجود نداره. از او خاطر الله میگه قل بگوی پیامبر علیه السلام انما امرت ان اعبد الله، من مأمور شدم که من عبادت یک الله را بکنم، مثل که شما مأمور شده که عبادت یک الله را بکنی. ولا اشرک به، هیچ نوع شرک به امرای الله نمیکنم. در کتاب شما، در دعوت شما، در مسائل اصولی و عقیدوی شما میگه. پس یک الیه ادعو، مخاص به سوی الله دعوت میدم. اینمی نبوت است. الله مرا مأمور ساخته که دعوت به سوی الله بدم، مردم دعوت بسم به سوی یک تا پرستی. این در کتاب شما است. دو و الیه مآب، خاص به سوی الله مرجع ماست. این میعاد است، در کتاب شما هم امیسته. چی چیز ما اختلاف است؟ چرا نمیپذیری؟ و کذالک انزلناه حکما عربیا، الله متعال میفرماید مثل که امر نمودم به توحید الله متعال شما را که توحید بیان کنی، اعلان کنی. اینمی قسم انزلناه حکما، ما روان کردیم حکما عربیا، فیصله چی بالکل به زبان واضح. فیصله روان کردیم، حق و باطل با هم جدا شده، شرک و توحید با هم جدا شده. اگر کسی میخواد صدد عزیزته قرآن فیصله میکنه. عربی اینجا به معنای خیلی واضح. ولا ان اتبعت اهواهم، به فرض محال در تو را میگم دیوال تو بشنو. در اینجا دو مقصد، دو فایده را ارائه میکنه. یک فایده پیغمبر علیه السلام مخاطب قرار میده. چی میگه؟ ولا ان اتبعت، اگر تو تابعداری کردی اهواهم، از خیالات نفسانی مردم،
یکی احکام منسوخ و تحریف شده را پیش میکنه برای هدایت خود، برای قانون خود. بعد ما جاءک من العلم، پس از اینکه آمده برات العلم، علم درست، قرآن کریم آمده، ما لک من الله، نمی باشه در مقابل الله برای تو من ولی کسی مددگار ولا واقع، کسی نجات دهنده و نگاه کننده کسی موجود نیست که تو را نجات داده بتون، قطعا نیست. آیت دو نوع چی را داره. یکی خو ایسته که وقتی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله همی کار بکنه، الله متعال لحاظی از او قطعا نمیکنه. در مورد شکستاندن توحید حتی الله متعال لحاظی پیغمبر خودم نمیکنه که اگر او توحید بگذاره، نظام قرآن بگذاره و بره تابعداری اهوا و خواهشات مردم بکنه، قطعا باز دیگه از جانب الله کسی برای تو نجات دادنی و کسی در مقابل الله متعال تو را نگاه کردنی و کارساز نیست. پس وقتی ما تو اگر این کار را بکنیم، ما تو کیستیم؟ پیغمبر خود الله مسئولیت نمیده، میگه نه ماندنی نیستم اگر این کار را بکنیم. خیر ما تو چطور هستیم؟ دوم موضوع شدت این امره، ولا ان اتبعت اهواهم، اگر تو تابعداری کردی از خواهشات از یا، اشاره به این میکنه که عجیب است، بسیار سخت است، بسیار زیاد جفا است که چیزی که ثابت و واقعیت داره ای را بگذاری بری پشت خیالات. پیشتر که گفتم مردم قرآن میگذاره میره گپا و خوایی کی را مجاوری قبر گوش میگیره. عالم برجسته که ترجمه قرآن میکنه مردکه از این مجلس میخیزه میره پیش پیری که خوا را برش بیان میکنه، پیش از او میشینه. بعد از او چی مسئولیت داری دیجا که الله متعال چی حالت سرت میاره؟ یک. دوم وقتی که قرآن قانون الله متعال ثابت و با سند آمده که همه چیز فیصله میکنه، یک امر جزئی زندگی ما نیست که در قرآن و حدیث حل نشده باشه. برای کلش ما مواد داریم، قانون داریم، بلکه ما ادعا میکنیم که در دنیا نظام پیدا نمیشه که کل مسائل زندگی را بگوی محتوی باشه و شامل باشه و همه مسائلش حل باشه. الحمدلله یک موضوع در انگلستان در سالهای قبلی در زمانی که ما در پاکستان درس میخواندیم برای انگلستان، حکومت انگلستان پیدا شده بود، گپ مسئله و قضیه را روان کردن از اسلام آباد از اینجا از حکم اسلام براشان روان کرد که بینمی سیستم فیصله بکنی. تو اینمی نظام ثابت و راست بگذار، برو پشت خیالات دموکراسی برو. ولئن اتبعت اهواهم امین مطلب داره، چرا که دموکراسی خواهشات است یا نه؟ خواهشات نفسانی از واسطه. قرآن از این تعبیر به اهوا میکنه. اهوا او را میگه چیزی که خواهش نفس است. نظام های جور شده یا تدوین شده، قوانین تدوین شده دنیای غرب خواهشات نفسانی مردم است، ملت است. و امروز تو مسلمان اگر این نظام برجسته و ثابت الله را ترک میکنی، تمایل به او داری، او را ترجیح میدی، برای از او مبارزه میکنی و اونجا نوشتن میکنی که دموکراسی، تحقق دموکراسی، باز تو مسلمان هم شمرده میشی یا نمیشی؟ این فتوا را از علما بگی. من خبرت همی فتوا را میدم اگر سری اسلام ترجیح دادی دموکراسی را و گفتی که اسلام نیازهای ما را پوره نمیکنه و دموکراسی میکنه، کافر استی. هر کس سرم چی میکنه بیا که بشینه که نظام الله را تو حقیر شمردی، ایرا نارسا و ناقص شمردی و نظام خود ساخته کفار نعوذ بالله بالا دستی دادی. از این که کفر بزرگ دیگه نیست. آیت قرآن کریم است. الله پیغمبر خدا مخاطب قرار داده، در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر معصوم است، گاهی هم تمایل به خواهشات نفسانی از او قطعا نداره، اما الله میدانه که آینده به نام امتی پیغمبر اینمی طور پیدا میشه که اسلام در تاق میگذاره، بگوی قوانین دموکراسی را در سری فرق خود گرفته، در زیرش رقص کرده رایسته، خوشحالی کرده رایسته. تعجب نیست مسلمانایی که تظاهرات در ممالک اسلامی میکنه که بیرقا را بالا کرده دموکراسی گفته صدا میکنه، مرگ برشان نیست؟ مرگ است برشان. چرا اسلام صدا نمیکنه؟ حقوقشان دموکراسی داده. امروز اینجا ما موتور گپاست، قرآنی گپا را میگه برام. خو الله متعال تهدید کرده، ما لک من الله، نیست در مقابل الله من ولی کسی مددگار ولا واقع کسی نگاه کننده. ایتور ذلیل شوی، ایتور حقیر شوی. ما هم ذلیل شدیم، هم حقیر، هیچ چیزام کسی در مقابل عذابای الله دفاعگر پیدا نمیشه. ولقد ارسلنا رسولا من قبلك، یقینا روان کردیم پیغمبران پیش از تو، و جعلنا لهم ازواجا و ذریه. این مردمای بدبخت میگه انسان چطور پیغمبر شود؟ او مردک پیغمبرای سابقه کلش انسان ها بود،
صاحب اولاد و صاحب گشت و گذار، خوردن نوشیدن عجیب است. چرا تعجب میکنه؟ آیا پیغمبرای دیگر خود قائل است که او پیغمبرا بود، بازوان بشر بود؟ آمدن پیغمبر میگه نه این باید دو طور نباشه. حالی هم چطور است؟ این گپا رو میفهمی؟ یه اعتراضی از یا بود بالای پیغمبر، خود دیگر راه پیدا نمیکرد. چی میگفتن؟ خب میگفتن نه بعد ملک پیغمبر باشه. حالی هم شما که میری دعوت دینه، دعوت حق میری، اعتراض چی داره؟ اعتراض دعوت خو حق است، نه انکار کرده نمیتونه. چی میگه؟ چرا مولای سابقه این گپا نگفته بود؟ مرا چی خب برو مولای سابقه را از گور بکش بگو چرا نگفتی؟ این گپا که در قرآن بود چرا نگفتی؟ من مسئولی عمل کردی از اون نیستم، من مسئولی عمل کردی خود هستم. مرا بگو که مولوی صاحب قرآن اینطور گفته چرا نمیگی؟ ها؟ امو جوانا چی طور بود؟ اینجا آمده بود سوال میکرد مولوی صاحب رفع الیدین چیست؟ گفتم سنت است. اختلاف چیست؟ گفتم حرام. یارخ مولاها چی داده بود؟ گفت خیر چرا به خاطر یک سنت قدر اختلاف پیدا شده؟ خیلی خوب. من گفتم جوانای محترم این فتوا را از من طلب کردی، یک فتوا را از شما طلب میکنم. حالی شما برم بگوی که سنت از بین ببریم یا حرام؟ کدامش از بین ببریم؟ اختلاف حرام، رفع الیدین سنت، کدامش از بین ببریم؟ دق خوردن. بگوی دیگه. حالی بیچاره گفتن نمیتونه، آخر مجبور شدن گفت حرام از بین ببریم. من شما آمده مرا میگی که سنت از بین ببر، رفع الیدین نگو. گفت نه خب مردم نمیفهمه، جاهل است نمیفهمه، یعنی اختلاف پیدا میشه. من گفتم تو خب به ما آمده، من خب مردم روشن کردم، همون مولا را پیششان بری که مردم در تاریکی نگاه کرده که مردم چی کنه. در مسجدی ما بیا، اگر جر جنجال دیدی هر چی که میگی خلاص. شما مولاها را ببری برش بگوی که او مردم نافهم است، امیا را بفهمانه. حدیثی پیغمبر از نمازش بگویا خیر و خلاص، گپ تیار جور است. خب شما به ما آمده. بعد از اون یکی چی میگه؟ مولوی صاحب پسان دیگر روز برای ما میگه که مولوی صاحب الله برات اجر بده، ما را او بدبختا روان کرده بودی، برای ما این قدر یک سوالی بس بزرگ بود که این جواب داده نمیتونی، خلاص دیگه. من گفتم نه جواب آسان است، چرا نیست؟ حق باشه و جواب نباشه جواب آسان است. حالی هم این جواب ها موجود است. خب چی نمیکنه؟ ولقد ارسلنا یقینا. دیگه چی میگه؟ دیگه سوالش از اینجا یاد بگیره این سوالا را. دیگه چی میگه؟ او مولوی صاحب این مسائل تو بار کرده، یهود و نصارا اونجاست. چقدر خوب بیادرکم مولوی صاحب، ام یهود و نصارا تنها به ماست یا به تو هم است؟ من خلا اقل مقتدی خدا بر رفع الیدین چی کردم؟ بگه تعلیم دادم، آشنا ساختم. تو خم یک کمکی یک چیزی بگو. دهی گپ عجیب است. یهود و نصارا آمده وقتی چی نیست بگه، وقتی گپا نیست. دیگه چی میگه؟ دیگه خیلی کلالش این مسائل فروعی را یاد در دست انداخته اومد تالی پارچه پارچه میکنه. تقلید مسئله فروعی است. تقلید کورانه دنبال قول کسی، اگر حق است اگر باطل است روان شو، این مسئله فرعی است. من میگم بنیاد تمام بدبختی های نمیگه پس که حدیث پیغمبر را برش پیش میکنی میگه وسکو امام صاحب طور نگفته. حالی اینجا برای ما بگو که شخصیت پرستی است مسئله شرک میشه، خبر داری نداری؟ تو این مسئله فروعی نگو، این مسئله اصولی است، در بدری زمینجا پیدا شده. این امو پیشرفت مولای پیشرفته ترش گپا را میزنه، خب مردم گول میزنه. قرآن کریم واقعات ها را بیان میکنه. ولقد ارسلنا یقینا روان کردیم رسولا پیغمبرا را من قبل که پیش از توی پیغمبر علیه السلام و جعلنا لهم گردانیده بودم برایشان ازواجا اولادان نبیره داشتن. و ما کان لرسول یأتی. اگر شما میگی که چرا باید ملک باشه، اگر ملک نیست خیر معجزه‌ای که ما میخوایم امور بیاره. و ما کان لرسول نیست برای یک پیغمبر در اختیارش یأتی بیایت که بیاره یک حکم یا بیایت یک معجزه را الا باذن الله، کلش به اذن الله است. اگر حکم میا اگر معجزه میا در اختیار الله است. پیغمبر فقط تبلیغ میکنه، میرسانه، تربیت میکنه، تعلیم میده. وظیفه پیغمبر شما دلیل نشناخته. شما پیغمبر میگه که بعد متصرف باشه. خب لیکن امروز مسلمانای ما اولیاء را اینطور وظیفه میده که نه یا خوب بود پیغمبرا را میگفت. حالی مردم ما چی میکنه؟ اولیاء را بعد متصرف باشه، مشکلم روا کنه، اولادم بده، شفام بده، هر چیز وا بکنه. و ما لکل اجل کتاب، برای هر میعاد کتاب نوشته شدگی است، یعنی هر زمانه حکم مناسب الله روان میکنه. یک معنی است لکل اجل، برای هر تاریخ کتاب یک نوشته یا حکم نوشته شدگی است که در وقت وادیش میاد کسی پیش و پس کرده نمیتونه. یک معنی. دوم لکل اجل، برای هر تاریخ عذاب
که عذاب سری کسی میاد کتاب امری نوشته شدگی است که از او پس و پیش نمیشه. یمحو الله ما یشاء، محو میکنه الله آن چیزی را که میخواه. مراد از این احکامی است که نازل کرده شده است و او منسوخ میشه. و یثبت، نگاه میکنه الله متعال که نسخ نمیاره سر یک حکم. او کار اختیاری الله متعال است. یک ترجمه. دوم ترجمه، یمحو الله، محو میکنه الله ما اون گناه را یشاء که الله بخواه توسط توبه یا بغیر توبه. و یثبت، نگاه میکنه الله متعال می گناه را تا که عذاب بیشه در آخرت برش بده یا در دنیا چیزی مصیبت ها را برش بده. دو ترجمه. سوم ترجمه، یمحو الله ما یشاء، الله محو میکنه آن چیزی را که بخواه از صحیفه ملائک، از کتابی که ملائک نوشته کرده برای بنده مومن چیزی را، گناه را یا این چیز دیگر را. و یثبت، ثابت نگاه میکنه تا که پاداش خود ببینه. و عنده ام الکتاب، به نزد الله کتابی اصلی یا چی لوح محفوظ است. چرا هر برنامه در اونجا در اصلش است، اما دیگه میکنه. او بعضی مفسرین میگه که مراد اشاره به است که دو قسم نوشته به نزد الله است، یکی قطعی یا مبرم، یکی است که معلق است. الله متعال او نوشته که اصلی پیش الله است، برش معلوم است که آدم کدام کار میکنه یا نمیکنه. در حدیث میآید که اگر کسی میخواد که عمر خود را دراز کنه، دیگه باید صله رحمی را چی بکنه؟ چیست لحاظش بکنه. و عمر خود چی رقم دراز میشه؟ بله، میگه دینمی کتاب معلق نوشته کرده که اینی بنده اگر اینی کار کرد عمرش اینی قدر، اگر نکرد نه. و با الله قبلا معلوم است که میکنه یا نمیکنه، او در اصل کتاب موجود است. از او خاطر میگه کتابا دو تاست، یک او کتابی که قطعا دو تغییرات نمیاد، یک او کتابی است که چی میشه؟ محو میشه. و اما نورینک بعد الذی، اگر ما تو را نشان بدیم بعضی او عذاب را، نعدهم که ما وعده کرده ایم امرایشان در صورت مخالفتشان که ما سرشان میاریم. دیگه چیست؟ و تسلی تو توسط از او شوه دلت یکم یخ کنه که این عذاب سرش آمد. او نتوفینک، یا ایست که تو را وفات بکنیم قبل از اینکه عذاب سری قوما بیاید، پس تو غمگین نشوی پیغمبر. اگر در دنیا نشان بدیم که تسلی دلت شوه، اگر نشان ندیم تو وفات شوی، عذاب مخا هست. فانما علیک البلاغ، سری تو فقط رساندن احکام است. دیگه غم نکو که چرا عذاب سرش نمیاد، چرا اینطور نمیشه، نه، برسون. و علینا الحساب، بالای ما حساب کردن است. چرا ما حساب میکنیم؟ پیغمبر برات آمده بود دلایل قناعت بخش برات ارائه کرد، چرا نپذیرفتی؟ اولم یروا انا نأتی الارض، این مردما بسیار غافل بدبخت است. وگرنه اگر یا پشتی حق بگرده بسیار هوشدارا برای از یا است، بسیار اموری است که از پیش درس گرفته میتونه. بالکل چرا این مردم یکسر این کار میکنه؟ از وقوع عذاب منکر است. اولم یروا، یا نمیبینه انا نأتی الارض که ما آمدن میکنیم به زمین، ننقصها، کم میسازیم زمینه. مراد من اطرافی از چار گوشه ازی، یعنی همی کفار در ماحول خود نظر نمیکنه. روز به روز فتوحات و غلبه مسلمان است. کدام ساحه که از کفار است کم شده میره. باید بدانه که یک روز میشه که اینمی منطقه که ما زندگی میکنیم در اختیار پیغمبر بیان باشه. چرا درس نمیگیره؟ والله یحکم لا معقب لحکمی، الله فیصله کننده است، نیست رد کننده، بازگرداننده لحکمی، برای حکم الله. حکم الله عذاب الله مشوده میتونه که اگر الله عذاب بخواه کسی جلوگیری کرده نمیتونه. یا مراد از حکم چیست؟ که غلبه را برای مسلمان ها بده، زود نه لیکن دیرتر، مهلت داده تر. این کاری الله است. و هو سریع الحساب، کسی نگویه که محاسبات از این قدر مخلوق کی میشه. الله جلد حساب کننده است. و قد مکر الذین من قبلهم، یقینا مکر کردن یعنی انکار کرد، چی تدابیر و سازش‌ها و سنجش‌ها کردن و کسانی که من قبلهم پیش از کفار بود در مقابل انبیاء علیهم السلام. لیکن اینمی سازش‌ها و اینمی نقشه‌های از وا هیچ چیزی از اهدافشان را برآورده کرده نتونست، در مقصد نرسیدن. چرا؟ فلله المکر جمیعا، در اختیار الله است تمام پلانا و طرحها کلش. تاثیرگذاریش و عدم تاثیرگذاریش در اختیار کیست؟ الله متعال است. الله که نخواه که تاثیر کنه کسی هم نمیتونه. این آیت سخت شجاعت برای شما میده. نترسی که والا چیست دشمنا از هر طرف بر ما جالار انداخته رایسته. نه، توکل به الله که انشاء الله به خاطر الله خالص حرکت تشروع کو. نه، کلی امور و سنجشای از در اختیار کیست؟ الله متعال است. یعلم ما تکسب کل نفس، میدانه الله آن چیزی را که هر نفس کمایی میکنه، پس به وقت جزایشان میده، پاداششان میده، که میدانه دیگه خسته نشوی.
تو دعوتم کرده زیر فشار هم هستی، نگو که چرا یا این دشمن تباه نمیشه. نه، الله میبینه، مراقبت میکنه، اما در وقت مناسب جزا میده. و سیعلم الکفار، زود است که بدانه کفار، لمن عقبت دار، که برای کی است انجام نیکی. این جهان انجام نیکیش برای کی است؟ برای کسی که در خط مستقیم روان است. و یقول الذین کفروا، میگویند کفار در اعتراض، کفرو که انکار کردن از توحید الله، لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. نه، این جزاها را مکمل فراموش میکنه، انتقاد هم میکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام، انکار شما هیچ کدام تاثیری سر من نداره. کفا بالله شهیدن، کافی است الله متعال از روی شهیدی دادن به نبوت ما، بینی در بین ما و بینکم، در بین شما. ما مسئولیت خود ادا کردیم. آن چیزی که وسم میرسید، طاقت میرسید، به کمال دلسوزی دلایل توحید الله را، عقیده را براتان پیش کردم، لیکن شما تکبر کردی، نپذیرفتی. الله فیصله کن است بین ما و شما. و من عنده علم الکتاب، و ذاتی که به نزدش علم کتاب است، تمام مسائل ما و شما که در بین ما و شما صورت گرفته به الله معلوم است. کلش الله متعال چی میکنه؟ حتما فیصله میکنه.